بچه ها، خاله گلجنتون سفره رو آماده کرده. دستاتونو شستین؟ من شستم. تو چی لیلیپوت؟ شستم. حتما گرسنتونه. این حمید هستی؟ مگه میشه؟ این برای تو، اینم از طرف باباش، یه دونه هم از طرف مامان. یه دونه هم از طرف مامان. آفرین، همون قدم به لیلیپوت بده. بله قربان. این واسه لیلیپوت، یه دونه از طرف بابا، یه دونه هم از طرف واسه من همینقدر بسه. از طرف آبجی شهزاد نمیخوای؟ نه نمیخوام. تو مامانی من دوست نداری؟ این چه حرفیه پسرم؟ لیلیپوت مامانتو خیلی دوست داره. مامانت هم لیلیپوتو دوست داره، مگه نه دخترم؟ نوش جونتون. سلام. ملک جون اومدی؟ بیا تو. باشه. دم در وای نستا، بده من میارم. تو بل کن. ممنون. تو خسته شدی. اونم بده من. خیلی ممنون. خونت خیلی قشنگه. خونه تو هم هست. آره، ولی عادت کردنم یکم زمان میبره. عادت میکنی. ممنون ادا، خیلی خوبی در حقم. چه خوبی عزیزم. تو به خونه نیاز داشتی، منم به هم خونه. تصادفی جور در اومدی. آره راست میگی. بیا بشین. وسایلت که فقط اینه نیست نه؟ نه، اونایی رو که لازم داشتم بسته‌بندی کردم، آخر هفته با پست میفرستن. اونقدر لباس برای بیرون انداختن داشتم که همشونو باید مینداختم دور. باورت میشه؟ آره اینجوری هم میشه. میخوای وسایل تو ببریم تو اتاقت، بعد میریم بیرون چیزی میخوریم؟ بله خوبه. هم خونه شدنمون رو جشن میگیریم. تو همش فکرای خیلی خوب داری. بیا بریم اتاقت نشونت بدم، ایشالا خوشت میاد. حتما خوشم میاد. تو بازم نگاه کن، اگه خوشت نیومد عوضش میکنیم، رنگش میکنیم، وسایل جدید میگیریم، هر کاری که لازم باشه. اگه دست به دست هم بدیم. حتما. مطمئنم اینجا خیلی بهم خوش میگذره. خیلی ممنون ادا. من الان زود جابجا میشم. باشه.